راجع به قضیه مهاجرت ایت از موضوعات و مشکلاتی که برای اهالی محل به وجود آورده آقا اما ایده حسرت کشیم که مثلا سالیان خیلی نه چندان دور البته که آرامش بدنیم مثلا سکوت بابا اما امی شب صدای جرجر بشنویم یا روز صدای حیوانات بشنویم ای چیزا دیگه تقریبا دیگه کم واسه تا صبح جاده دورون موتور و ماشین و پلاکای همه غیر بومی قضیه اصلا همین آسایش فکر ده بعد خیلی کسانی خب واقعا راجع به محیط زیست نی علی حاجت تو این فضای سبز ببینیم باغ و بیجار همه خیلی کسانی که وارد مال بوسده راجع به محیط زیست خیلی چیزا رعایت نکنه چندین روز در هفته باعث فقط کنار میز زمین زراعی فقط زباله جمع کنم یا پلاستیک یا ضایعات بطری‌های یک بار مصرف یا بطری‌های شیشه‌ای چیزایی که به حال در حق قضیه مهاجرت باعث بوسه اگه مشکلات اما اضافه بوس من به شخص از زمینی در مورد زمین فروشی خیلی ما اتفاقا خودم حساسیت دارم فروختن زمین یعنی فروختن ریشه الان اینقدر اشاره صنایع دیگر به مدار زمین به خانه ویلا چه بود دیگه اصلا کم بافت جمعیتی محل خود به خود تغییر کننده ان به ضرر کشاورزی و امی بافت جمعیتی بسنده ان ناشی از تصمیم گیری های غلط این مسئولین اما در دوره خوشسالی بسر برمی استانایی که آب درده برفرد گیلان و مازندران تمام مردم هجوم باور داره امی مسئولین خیلی راحت تنستید جلوی چنین برنامه‌های با برنامه‌ریزی‌های چند سال دوره‌ای که برای پیشرفت اقتصاد و کشاورزی دولت چنین کارهایی را جلویش بگیرد متاسفانه حق خوشسالی باعث بسان در تمام استان مردم هجوم آورنده به سمت مناطق شمالی هر مسیرم چندین سال دیگر احتمالاً بالا استان‌های دیگر سر بوم همین سنم آیه خود به خود بعضی کسان که صاحب نفوذ داشتن زمینای کشاورزی اینه در راحت تغییر کاربری فکر ده بس زمین شالیزار اما ببینیم برای خاکریزی بودن چگونه داره تغییر کاربری فکر ده نه مثلا من بچه کشاورزی افرادی است که صاحب نفوذ ده دارای مال منال زیادی است در از زمین راحت خوشن کار پیش برده اما هنوز مشکل قوانین داریم از در زمین اما قوانین سخت نریم که چنین جلوی بگیره باعث دو تا باشه مسئول جلوی بگیره که او ای راحت پای چند زمین زمین هینه خود تغییر کاربری فکره یا مناطق کنار دریا که الان خب سالیان سال همه دیگه زمینه کشاورزی از بین بشو کسانی که راس اموری صد به نظر من از کار کشاورزی خوشون پست رو نساده تخصص کافی در زمینه نداره که بخاطر مشکلاتی در زمینه حل بکنه بسیاری از امی تحصیل کردن در هر زمینه در زمینه کشاورزی هیچ کدام راس امور کار کشاورزی نساده کارهای متفرقه گندرده کسانی که شایسته چنین کارهای نیت سر پستای ریاستی و معاونت و چیزان رو رسیده خوشون تصمیم گرفته هیچ وقت نید بدونید که سختی کار در چه حدی است چقدر کار زحمت داره چقدر تلاش داره